عاشقانه چسبیده باشه بهتون و برگشتیم به استودیو خدمت اسپانسر خوب برنامه، روانشناس خوب و حاذق و توانای شهرمون خانم راشل کشمیری هستیم. مجددا سلام عرض میکنم. سلام به بینندگان عزیز، بازم خوش اومدین به برنامه جان کلام. مرسی از دعوت شما. خواهش می‌کنم. ما می‌خوایم دوباره ببین شما هم قرمز پوشیدین با این کلا، ما روز عشق و ادامه دادیم. همین دیگه، همین گفتم که از عشق گفتن همیشه زیباست، بهانه لازم نداره. پس به همین بهانه از خانم کشمیری هم خواهش کردیم که این قضیه عشق رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا چی هست. این همه درباره‌اش صحبت شده تا حالا، نوشتن، خوندن، گفتن. از نظر روانشناسی عشق چیه؟ عشق به معنای دوست داشتنه و اون عشق ورزیدنه. عشق واقعی از اونجایی شروع میشه که ما اول از همه مجد جان بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم. و دوست داشتن خودمون به این معنا نیست که خودشیفته باشیم. دوست داشتن خود اینه که برای وجود خودمون ارزش قائل باشیم، احترام قائل باشیم و از خودمون اون مراقبت‌های لازم رو انجام بدیم. و وقتی که ما به اون مرحله از عشق به خود برسیم، باعث میشه که به همون آرامش درون برسیم و بتونیم که به دیگران هم عشقمون رو ابراز بکنیم. دوست داشتن برای یک روز نیست، ولنتاین نیست، بهانه که یاد ما بیاره که چقدر عشق و دوست داشتن مهمه در زندگی. و برای اینی که بتونیم عاشق باشیم اینه که بتونیم چیزهای خوب زندگی رو ببینیم. و یکی دیگه اینه که از بچگی ما اون عشق رو گرفته باشیم که بتونیم بدیم. درست. کسی که عشق رو توی کودکی به خصوص تجربه نکرده، اون دادن عشق براش سخت تره و یه مقدارم اینا فرهنگی هم هست مجد جان. ما توی فرهنگ ایران خیلی عادت نداشتیم که عشقمون رو ابراز بکنیم به همسرمون، به آقایون یا به اطرافیان. مثل که اصلا وقتی میخوای بگی که دوست دارم، کلمه I love you خیلی آسونتر گفتنش. به خاطر اینکه عشق ورزیدن و عشق ابراز کردن و ما شاید در فرهنگ امریکایی قوی تر داریم تا اینکه در فرهنگ ایران داشته باشیم و این یه مقداری تمرین میخواد. خیلی مهمه که اگر ما کسی رو دوست داریم به یه طریقی بهش اینو برسونیم، مسیج رو بدیم. بستگی داره با کی بخوایم تمرین کنیم. حرفی از تمرینش نیست آخه. اجازه بدین که تمرین رو از همون خونه خودمون شروع بکنیم. اول از همه زن و شوهر عشق ورزیدن به همدیگر رو توی کلمات محبت آمیز و احترام آمیز که نسبت به هم میگن میتونن ابراز بکنن و بچه ها هم از ما یاد میگیرن که چجوری عشق رو ابراز بکنن. و من خیلی از کلاینت هایی که دارم و میگن این مسئله برای ما یکم سخته، میگم بنویسین. اگر حتی به طرفتون نمیتونین بگین که من دوستت دارم، یه دونه از این نوتبوک های کوچولو بخرین و اگر ناهار برای شوهرتون آماده میکنین یه I love you یا یه دوستت دارم رو بنویسیم و بذارین توش. اگر لانچ باکس بچه ها رو آماده میکنین برای روز، یه مسیج خوشایند I'm proud of you, I love you. این نوتو من خودم این تمرین رو با بچه های خودم کردم و به قدری خوششون اومده و به قدری میگم ماما همچی که این مسیج رو یه دفعه از توی لانچ باکس در آوردیم، این میدارده ما رو خیلی خوشحال کرده. 100%. همونطوری که هفته پیش صحبت کردیم،
چیزهای کوچیک زندگیه که خیلی مهمه و باعث میشه که هپینس و عشق در ما به وجود بیاد. و قبل از این ببخشید مثلا صحبت قبل از که یادم بره، اون دسته از عزیزانی که اون تمرین شاد بودن رو انجام دادن یه پله جلو هن و الان دیگه به یه جاهای خیلی تلفن گرفتیم خانم کشمیری. بله. و همه راضی بودن، گفتن که حالا هر روز صبح هر روز نشده ولی این کار انجام دادن و خیلی واقعا تاثیرش رو دیدن. پس دوستان عزیزی که تمرین اولی رو انجام دادین، اینم یادداشت بکنین، اینم تمرین بسیار خوبیه. بله دقیقا، منم خودم خیلی فون کال گرفتم از کسایی که به خصوص فیسبوک با من دوست هستن. من اول از همه خودم این تمرین 7 روزه رو انجام دادم و واقعا هر روز صبح که از خواب بلند شدم 3 چیزهای کوچیکی که توی زندگی ازش شکرگزار بودم و روی فیسبوک پیجم انداختم و به من شخصا خیلی کمک کرد که بتونم بیشتر مسائل مثبت زندگیمو ببینم تا مسائل منفی. همه جا مشکلات و آپندان زندگی وجود داره، ولی این تمرینایی که ما انجام میدیم باعث میشه که ما نیمه پر لیوان رو بتونیم ببینیم، به جای اینکه مغز ما اونجوری ست بشه که همیشه بیشتر اون نیمه خالی لیوان رو نگاه بکنیم. نظر روانشناسی این نسبت به این موضوع که اون به قول آمریکایی اون کلیکه باید انجام بشه، اون کمیستریه باید باشه. معنی کمیستریه این روزا از نظر علمی هم ثابت شده و بررسی کردن که عشق واقعا یک پدیده بایوشیمیه. بله بایوکیمیکاله و در اون زمانی که عشق اتفاق میفته، حتی شما وقتی که دارین به یک کسی عشق میورزین، اون یه سری هورمونای ترشح میشه که این پدیده است، در واقع وجود داره. عزیزان من، عشق وجود داره و باید اتفاق بیفته. و نظر روانشناسی نسبت به اون قضیه کلیک، این قضیه که 2 نفر واقعا باید کلیک داشته باشن با هم دیگه، چیه؟ اونم واقعا درسته. در مورد ازدواج منظورتونه یا دوستی؟ رابطه عشقی. بله، معمولا وقتی که بچه تشابه بین 2 نفر از لحاظ ایموشنالی زیاد هستش، اون کلیک یه دفعه به وجود میاد. خیلی وقتا شده ما یک کسی رو ملاقات میکنیم برای دفعه اول و همچی که شروع میکنیم با اون شخص صحبت میکنیم، مثل که احساس میکنی مدت هاست این آدم رو میشناسی. این به خاطر تشابه شخصیتی که بین 2 نفر ممکنه وجود داشته باشه و در نتیجه کلیک میکنن با هم دیگه. نمیدونم شنیدین یا نه، یک وبسایتی جدیدن به وجود اومده که میان از طریق دی ان ای اشخاص با هم دیگه مچشون میکنن. بله شنیدم اتفاقا. یک مقدار خیلی زیادی سمپل نمونه بزاق دهانشون رو میفرستن برای این کمپانی و یک مچی رو براشون انتخاب میکنن که عیناً مثل خودشونه. ولی حالا دنیای تکنولوژی جدیده، ولی فرضیه هایی هست که این قضیه رو رد میکنه. خانم کشمیری میگه که تفاوت ها باید وجود داشته باشه در زندگی. اگه 2 نفرم واقعا عین هم دیگه باشن، اون زندگی هم زندگی کاملی نخواهد بود، بی معنا میشه. اون درسته، ولی یه مقداری تشابهات در چیزهای اساسی زندگی لایف و خیلی زندگی رو آسان تر میکنه برای طرف. نه 100% که 100% اصلا وجود نداره. هیچ 2 تا آدمی روی کره زمین نمیتونیم ما پیدا کنیم که 100% مثل هم باشن. اون it's impossible. یعنی منظورتون چیه؟ دنبال خوبش نگردین نیست؟
نه حتما چیزهای خوبم زیاد پیدا میشه، ولی یک چیز دیگه که اتفاقا خیلی از دوستای خود من و کسایی که رو فیسبوک پیج من بودن این هفته با من زنگ زدن و مطرح کردن این بود که گفتن میخواستیم ازت تشکر کنیم به خاطر که یکی از دوستای خود من گفت امروز صبح من با دخترم رفتم پیاده روی و اصلا باعث شده به یک چیزای کوچیکی دور و برمون توجه بکنیم که قبل از این تمرین اصلا اینا رو مثل که ما نمیدیدیم، رد میشدن هر روز. و گفت من به دخترم گفتم که let's do this seriously، از فردا ما روی یه دفترچه خاطرات این تمرین 7 روزه رو انجام میدیم و مینویسیم. گفتم that's a very good idea. خب این تفاوت بین نگاه کردن و دیدنه و لمس کردن، واقعا توی مومنت زندگی کردن، در لحظه زندگی کردنه. درسته، همین هم تمرین میخواد، در لحظه واقعا زندگی کردن. یه تمرین خیلی چالنجینگ و خیلی مبارزه، چی میگم، ماجراجویانه است. واقعا میگم که آدم ذهنش رو بتونه متمرکز کنه به اون لحظه‌ای که هست و هیچ حواسش پرت نشه به گذشته، به آینده. خیلی کار مشکلیه، خیلی. ولی تمرین میخواد و این تمرین‌ها مسلماً به ما هلپ میکنه که شادتر زندگی کنیم، خوشحالتر باشیم. و دقیقاً من یک تمرین جدیدی رو برای این هفته در نظر گرفتم که ما رو وادار میکنه که به مثبت‌های زندگی بیشتر فکر بکنیم. حالا اگه موافق باشین یه آهنگ قدیمی خیلی زیبا رو پیدا کردم. سلیقه شما همیشه عالیه. نه خیلی جالبه. بعد هر از گاهی میچسبه یه کمی به آدم به عقب برگرده و این آهنگایی که شاید کمتر جایی شنیده شده باشه. البته بهانه‌ش هم دروغ نگم اینه که دیشب مراسم یادبودی بود برای هنرمند محبوب و مردمی آقای ایرج طاهری که در اورنج کانتی برگزار شد و اونجا بودیم و بهانه خوبی شد که این آهنگ رو امشب انتخاب بکنم، چرا که مرحوم ایرج طاهری آهنگساز این آهنگ هستن. بریم اینو ببینیم و برگردیم ببینیم که خانم کشمیری چه هومورک دیگه ای میخوان بهمون بدن. با ما باشید. مرسی. بوشوتی ماره بگو یارچی خستگاره کاکوله مره بعد بدبی امسال بهاره کاکوله کاکوله نکنان اخمر بخنابان من تر زنم سان طبیبی میدم سان کاکوله نکنان مره بخنابان من تر زنم ساز طبیبی میدم ساز
در جوانی ککولی سرخی لاله تجلمانی ککولی بوشوتی ماره بگویتی خواستگاره ککولی مرا بعده بده دل بهاری ککولی ککولی نکونا مری بخانا من تری زنم ساد نبیدی میدم ساد ککولی نکونا مری بخانا من تری زنم ساد نبیدی میدم زیبا بود نه؟ خیلی خیلی چه آهنگ قشنگی بود. خب بشنویم خانم کشمیری بگیم برامون هامبورگ تازه آوردین. خواهش میکنم. این یک روشی است که باعث میشه که افکار منفی از ذهن ما خارج بشه یا اینکه کمتر بشه تا زمانی که جایگزین بشه با افکار مثبت. ما هممون وقتی که در از روز بیکار هستیم یا فارغ هستیم یه دفعه میبینیم که بدون اینکه خودمون بخوایم افکار منفی، مشکلات زندگی، ناراحتی ها هجوم میارن. هرچه میخوای در موردش فکر نکنی ولی میاد. ما این تمرینیه که بسیار میتونه ساده باشه و خیلی مؤثر. این کش خیلی ساده رو میبینین که سبزی که میخریم معمولا این کشا رو به دور سبزی ها میبندن یا هر کش دیگه که تو خونه اویلیبل دارین. یکی برای شما مجده جون، یکی برای من. اینو توی دستمون میکنین و اول از همه ما باید قبول بکنیم که ما we deserve to be happy. ما لیاقت خوشحال بودن رو داریم. توی ایران به ما میگفتن بعد خنده گریه است، ولی اصلا همچی چیزی نیست. خنده رو میشه ادامه داد. خنده رو میشه بعد خنده باید خنده باشه، بعد شادی باید شادی باشه. تمرینی که ما میخواستیم انجام بدیم، از این به بعد تصمیم بگیرین که شاد باشین، عشق داشته باشیم برای زندگی و هر موقع از روز که افکار منفی به سر ما اومد، این که شما میکشین طوری که دردمون بگیره. ببین خیلی هم دردش وحشتناک نیست ولی درد داره. شما گوش میدین این تمرین آقایون اتاق فرمان
کشم بعضی وقتا باید محکم‌تر بکشین و رهاش کنین و همه چیز از ذهن ما میاد. بعد از یه مدت که ما واقعا اگر این کشو به مدت 1 ماه توی دست خودمون نگه داریم و هر وقت که افکار منفی، ناراحتی ها، مشکلات به سر ما خطور کرد، اینو محکم بکشین وای که دردتون بیاد و به جای اون بگیم I deserve to be happy. I deserve to be happy. Very nice. این تمرین رو شما اگر به مدت 1 ماه انجام بدین، مغز ما به طریقی ستاپ میشه، برنامه ریزی میشه که افکار منفی کمتر به سراغ ما میاد. چقدر عالی. ببینین که خانم کشمیری واقعا این تسلط شما رو به حرفه خودتون نشون میده که چقدر زیبا، چقدر حرفای تازه میزنین توی این مارکت فعلی لس آنجلس که خدا رو 100,000 بار شکر درصد تحصیل کرده های جامعه ایرانی بسیار بالا هست. اون کسی برنده است که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشه. من این تمرین رو واقعا با خیلی از کلاینت ها انجام دادم و اومدن گفتن او مای گاد، چیز به این سادگی خیلی تونسته که اصلا روحیه ما، طرز فکر ما رو عوض بکنه. به جای کش میشه از چوب و دار و اینا نه دیگه فکر نمی کنم موقع شب اونجوری میشه باید جارو برداری با کش راه نمیفته دیگه. واقعیتیه اکثر انسان ها وقتی که به خواب میرن، موقع خواب این افکار هجوم میاره به مغزشون و به قول معروف میگن که مغزشون شاتدان نمیکنه که به خواب برن. دقیقاً. خب عزیزان من، اگه میخواین باز هم از دانش خانم کشمیری عزیز استفاده لازم رو ببرین برای یک زندگی بهتر، برای هر روز شاد بودن و شاد زیستن، مراجعه بکنین به ایشون با تلفن 310 999 25-26 تماس بگیرین. پروموشنشون هنوز هست. 20 دقیقه مشاوره رایگان. خیلی جنرسه این خانم راشل عزیز. بسیار بسیار دست و دل بازی کردین تا آخر ماه مارچ، درسته؟ بله بله. خب میتونین عزیزان تماس بگیرین یا اینکه به مطب ایشون مراجعه کنین. قبلا تماس بگیرید، وقت بگیرین. 420 ساوت بیورلی درایو در شهر بیورلی هیلز در خدمت شما هست. اگرم که حوصله ندارین یا وقتشو ندارین تا اونجا برین، اول یه سری به وبسایت ایشون بزنید که هست وبسایتتون racheltherapy.com www.racheltherapy.com و باز هم میگم شماره تلفنشون هست 310 999 25-26. همه خطای ما روشن. اجازه بدین یکی از خطا رو جواب بدیم قبل از اینکه وقت کم بیاریم. جانم شما روی خط هستین، بفرمایین. شب بخیر. سلام، شب بخیر. با عرض سلام میخواستم از خانم دکتر کشمیری سوال بپرسم. بفرمایید، سریع بفرمایید تا وقت تمام نشده. جانم دکتر، شما فکر میکنین عشق آموختنیه یا اینکه خاصیت آدم هست؟ متشکرم. بله بله. واقعا قسمت اعظم عشق آموختنی هستش، چون مطالعات نشون داده اون بچه‌هایی که خیلی بیشتر اون عشق و آنکاندیشنال لاو رو گرفتن قادر هستن که بیشتر اونو بدن. میدونین که سالم ترین بچه ها اونایی هستن که یادتون میاد مادرایی که توی شالیزارهای ایران کار میکردن و بچه ها رو مثل یک کیسه به خودشون میبستن، به خاطر که اونا همیشه عشق رو میگیرن. وقتی که بزرگ میشن قابلیت دادن عشق رو به دیگران خیلی بیشتر دارن. میتونه آموختنی هم باشه. نه. یعنی میتونین مثلا درصدی تعیین کنین که چطور؟ بله، بیشترش من فکر میکنم توی اون مرحله بین تولد تا 6 سالگی وقتی عشق رو، اون آنکاندیشنال لاو رو ما گرفتیم، در نتیجه قادر هستیم که بیشتر بدیم. شاید
70% اون دوره تولد تا 6 سالگیه، ولی 30-40% هم تصمیم میتونه باشه که اگر ما بلد نیستیم که عشق رو بدیم، میتونیم یه تمرینایی رو انجام بدیم که قابلیت دادن عشق رو بیشتر داشته باشیم. خیلی متشکرم. متشکرم. حالا با ایشون تماس بگیرین. باز هم گفتم که 20 دقیقه مشاوره رایگانشون رو امتحان کنین. من بهتون قول میدم که مشتری دائم خواهید شد. ممنون از تماستون عزیز. حتما. خیلی متشکرم. مرسی. شما بخیر. بسیار هم عالی. بقیه رو چیکار کنیم عزیزان؟ ایشون یه چند دقیقه در استودیو میمونم. آخه بعدش هم بعد از برنامه بعد از برنامه پشت خط جواب میدیم. بله. به هر حال باز هم ممنون از اینکه دعوت برنامه رو یک بار دیگه پذیرفتین. همینجا ازتون قول میگیریم که باز هم برای مطالب هفته های آینده با ما باشید عزیزان. تمریناتتون رو انجام بدین، هومورکاتون رو انجام بدین و امیدوارم که با روحیه خوب و قوی و با انرژی مثبت دنبال روی برنامه‌های جان کلام باشید. یادتون نره شماره تلفن 310 999 25 26. چقدرم آسونه. متشکرم. خیلی بله. تو ذهنا میمونه. مرسی. 310 999 25 26. عاشق باشید، عشق بورزید، شاد و پیروز و سربلند باشید. تا درودی دیگر، بدرود. خداحافظ شما.